بینندگان عزیز تلویزیون در کنار یکی از پهلوانان هستیم که ایشان خود بیشتر معرفی میکنن. خب الحمدلله با عرض سلام خسته نباشید خدمت شما و بینندگان عزیز. نوید محمدی هستم، یک تن از پهلوانان کلاب پانسار. نوید جان، از کی کشتی را آغاز کردی؟ مدت 1.5 سال میشه که من کشتی میگیرم و تمرین میکنم. از کدوم کلاب میگفتی؟ کلاب پانسار. امروز هم کشتی کردیم یا نه؟ امروز نه، متاسفانه قرار بود که با یک از پهلوانان کشتی کنیم ولی نشد. خب به ولایت هم سفر داشتیم برای مسابقات یا نه؟ به ولایت سفر نداشتیم ولی در مسابقاتی که ولایت قندهار به ایراتماد اشتراک داشتیم در مسابقات. نظر شما درباره کشتی‌ها این روزا چیه که مجریان اعلان میکنن کسی نیا خود اینا بگیره؟ خب بعضی مشکلاتی وجود داره که بعضی پهلوانان مثلا اعلان میکنن یا مثلا رفاقت‌های مثلا پهلوان کلون. خب میدون ما مثلا تقریبا 10 تا پهلوان کلون داره که با وزن‌های سنگین کشتی میکنن و یک بهترین پهلوان افغانستان میتونه باشه اینا. و محب جان تقریبا 2 هفته میشه که قند اعلام میکنه من خود قوه کسی حاضر نمیشه. و بعضی پهلوانان مثلا با هم رفاقت دارن بیرون از میدان و همین خاطر داخل میدان هم کشتی نمیکنن. و بعضی پهلوانان یا مثلا مشکلات دارن یا مسئولیت یا مثلا ناخوشی دارن و همین خاطر کشتی نمیکنن. رقابت میشه به رفاقت مقایسه کرد؟ نمیشه. نه. باید اگر رقابتی هم هست سالم باشه. بیرون از میدان رفاقت باشه، انسان میتونه بهترین رفیقا باشه، داخل میدان هم این رقابت سالم داشته باشه. محب جان، در هفته‌های بعدی آمادگی داریم برای کشتی‌هایی که میگم برگزار میشه که از ولایات اینا میآیند؟ ان شاء الله ما خود تمرینات ادامه داره. هفته 3 روز به کلاب تمرین داریم. در کنار از او به کلاب زیباندام پاور لفتینگ هم تمرین میکنیم. ان شاء الله آمادگی گرفته اگر مسابقه باشه ان شاء الله حاضر هستیم. نه گفتیم به وزن چند کشتی میکنم؟ من خود به وزن آزاد کشتی میکنم. وزن آزاد. پیام شما بده که پهلوان پیام پهلوانان اینه که اگر کشتی میکنن رقابتی هست، رقابت سالم باشه، ناسالم نباشه و بدون رفاقت هست به داخل رقابت سالم باشه. و اگر پهلوان کشتی میگیره به زمین میخوره مایوس نشه، اگر کشتی میزنه مغرور نشه به خود. چون کشتی از خانه‌های خیلی زیاد داره، انسان کشتی میگیره یک عمر یک دفعه میبینه یک پهلوان خیلی نوجوان انسان به زمین میزنه. خب کشتی زده خورد داره، انسان باید از شکست مایوس نشه و از برد خود مغرور نشه. تا حالی شده که قضاوت داوران ناراض باشه، رضایت نداشته باشه؟ خب بعض وقتا بعض اشتباهات در میدان صورت میگیره، داور متوجه نمیشه به گوشتی یا مثال نمیبینه گوشتی چون میدان هم شلوغه. بهتر همینه که گوشتی‌ها کنترل بشه، تعداد گوشتی‌ها مشخص باشه تا داوران به خوبی بتونن همین اشتباهات رو کمتر کنن و بتونن به دقیق گوشتی قضاوت کنن. گوشتی که مشکوک باشه او تو چه کمیسیونی دارین که او حل و فصل کنه؟ خب بعض در قبلا که بود در هفته‌های قبلی همین شبکه‌های یوتیوب که بود فیلم می‌گرفتم از پهلوانان و او واقعا موثر بود و همین جا جا داره که از تمام شبکه‌های اجتماعی بخصوص از شبکه جهانی دنیا نه و از شبکه‌های یوتیوب که همین گوشتی رو به جهانیان معرفی کردن سپاسگزاری کنیم و ما از خود ریاست فدراسیون خواهش می‌کنیم که همین شبکه‌های اجتماعی بگذارن که بیان پهلوانان تشویق کنن. یک تشویقیه باعث حمایت پهلوانان میشه و همون خیلی رول داشت در گوشتی. مثلا اگر یک گوشتی مشکوک می بود ویدیو نگاه می‌کردن و همون اشتباه برطرف میشد. حل میشد. یکی همین رسانه است که گوشتی رو به جهان معرفی می‌کنه. بله واقعا خیلی رول داره. در همین چند سال اخیر تقریبا 3-4 سال اخیر همین شبکه‌های اجتماعی و خصوص شبکه‌های تلویزیون که هست واقعا گوشتی رو به جهانیان به تمام ولایت‌ها و تمام کشورها معرفی کرده و خیلی واقعا رول داشته در پیشرفت گوشتی. موفق باشید. تشکر از شما.